وقتی دشمن فکر میکرد خلیج فارس تو مشتشه، ایران با اشکان جواب داد. عملیاتی که آغازگر پایان توهم برتری عراق در دریا بود. اوایل آبان 1359 جنگ تازه شعله‌ور شده بود. عراق با حمایت ابرقدرت‌ها خیال می‌کرد نیروی دریایی ایران فلج شده. سکوهای البکر و الامیه مرکز صادرات نفت عراق و منبع اصلی تأمین پول جنگ زیر چتر پدافند دشمن نفس می‌کشیدند. اما دلیر مردان نیروی دریایی ارتش تصمیم گرفته بودند اولین ضربه جدی رو بزنند. نیروی دریایی ایران به دنبال قطع شریان حیاتی اقتصاد دشمن، نابودی توان عملیات دریایی عراق و بازپسگیری اقتدار ایران در آبهای خلیج فارس بود. در شب 9 آبان ناوچه‌های ایرانی با سکوتی مرگبار از بوشهر جدا شدند. دریا تاریک بود، اما در دل موجها نوری از ایمان می درخشید. یگانهای تکاور آماده نفوذ به سکوهای دشمن بودند. در همون لحظه رادارهای عراق هنوز هیچ سیگنالی از حضور ایرانی ها نگرفته بودند تا اینکه اولین موشک شلیک شد. انفجارها یکی پس از دیگری در البکر پیچید. آتش آسمان خلیج فارس رو روشن کرد. دشمن گیج شد. ناوچه ها آتش گرفتن و صدای فریاد مأموریت با موفقیت انجام شد در بیسیم ایرانی ها پیچید. در عرض چند ساعت خط دریایی دشمن در شمال خلیج فارس فرو پاشید. اما این فقط یک پیروزی نظامی نبود. اشکان یعنی نقطه شروع غرور دریایی ایران، یعنی جایی که جهان فهمید دریا هم مرز غیرت ایرانیه. اون شب مردانی جنگیدن که شاید اسمشون کمتر شنیده شده، اما اثرشون تا امروز باقی موند. در امنیتی که هر شناور ایرانی توی خلیج فارس داره. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی حیاتی و تعیین کننده